تبلیغ دین، رساندن دین، نصیحت کردن همدیگر، نصیحت شنیدن از همدیگر، همدیگر رو پند و ارشاد دادن، تذکر دادن، یادآوری کردن، اینا همش وظیفه کل امته. تک تک مسئول است. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر کدوم از شما شبانیه، چوپانیه، گله‌ای به او سپرده شده. حالا احتمال داره که تعداد گله بعضی از شما 5 تا باشه، تعدادشون 10 تا باشه، 20 تا باشه، 100 تا باشه، 1000 تا باشه. عالم مسئوله در مقابل این همه مردم. امام جمعه مسئوله، کدخدای شهر، ریش سفید شهر و رئیس شورای شهر مسئوله، پدر در خانواده مسئوله، مادر در خانواده در غیاب پدر مسئوله، معلم سر کلاس درس مسئوله، معاون مدرسه مسئوله، رئیس پاسگاه مسئوله، رئیس اطلاعات مسئوله، بخشدار مسئوله، استاندار مسئوله، همه کس مسئوله. نصرت دین محمد صلی الله علیه وسلم واگذار شده به کل امت. اگر همه انجام وظیفه بکنن در محلی که به اونها سپرده شده، در چارچوبی که به اونها واگذار شده، به خدا قسم یک جوان بی نماز، یک دختر بی حجاب اصلا ما نمیتونیم پیدا بکنیم. چرا امروزه اینقدر ما بدبخت و ذلیل شدیم؟ جوانای ما دارن از بین میرن، ترک تحصیل میکنن در سن 15 سالگی، ترک تحصیل میکنن در سن 10 سالگی، 4 ابتدایی ترک تحصیل میکنن، قایق میخره میره حسن. چرا این همه بدبختی دامنگیر ما شده؟ به خاطر که نه علما انجام وظیفه میکنن، نه معلمین، نه بزرگترا و ریش سفیدا، نه کسانی که صاحب قدرتن در شهر و محل. گله رو سپردن به دست گرگ. وقتی رهبر گله و فرمانده گله گرگ شد، خوب پاره پاره میکن. امت محمد صلی الله علیه وسلم رها کردن به دست گرگ. گرگ همون ابلیس، گرگ این امت ابلیسه. و چطوری داره پاره پاره میکنه؟ ایضا این نیست که یه نفر، یه دختری داره میرقصه یا یه جوانی داره شراب میخوره این پاره پارش کرده. نه، بچه‌ای 10 ساله که 4 ابتدایی میخونه، ترک تحصیل میکنه، دنبال باباش میره خسر، امتو پاره پاره کرده. بی سواد کردن دختر و پسر ما یعنی پاره پاره کردن امت. جاهل شدن پدرها و مادرها، دنبال علم و دانش نرفتن، یعنی هیچ مجتمعی با جهل ترقی نکرده. عزیزان، اگر ترقی دنیوی میخوایم باید علم بخونیم، اگر ترقی اخروی میخوایم باید علم بخونیم. هیچ موقع تو دیندار نمیشی با جهل. محاله که تو به خدا برسی، واقعا بنده مطیع و درستی باشی و حلال و حرام رو درست انجام بدی و مراعات بکنی و حد حدود خداوندی رو درست انجام بدید، مگر اینکه اول عالم باشید و بعد خداوند رو بر اساس علم بپرستید. این مراتب گوش بده. اول خداشناسی، قبل از خداشناسی خودشناسی. اول خودتو شناختن که تو چه کاره هستی اصلا. اول خودشناسی، بعد خداشناسی، بعد خداپرستی. مگر میشه خداوند رو بدون اینکه تو خودت بفهمی که تو چه کاره هستی و بدون اینکه خداوند رو بشناسی خدا رو بپرستی؟ اون کسی به خدا نزدیکتره که خدا رو بهتر شناخته و قبل از اینکه خدا رو بهتر بشناسه خودش رو بهتر شناخته. این انحراف و کجروی و این تخلف و رجعیتی که در امت محمد صلی الله علیه وسلم امروزه مشاهده میشه، که در گذشته مشاهده نمیشد در صدر اسلام، نتیجه جهلشون به دینشونه. و این تخلف و بدبختی دنیوی که نصیبشون شده و عدم ترقی، نتیجه جهلشون به دنیایی که درش زندگی میکنن. اسلام هم علم دنیا میخواد و هم علم آخرت میخواد. غیر از اسلام فقط علم دنیا رو میخواد که با علم دنیا رو آباد بکنه. نه، کافی نیست که تو به کره ماه برسی و خدا رو نشناسی و نماز نخونی. به کره ماه برو نمازم بخون، دکتر و مهندس بشو نمازم بخون. این ارزش داره. اسم آقا گذاشتن پروفسور فلان، پروفسوری که خدا نمیشناسه، رو به قبله به درجه پروفسوری رسیده، هنوز نفهمیده که این کون خالقی داره به اسم الله. و این کجاش پروفسوره؟ این کجاش عالم و دانشمنده؟
عزیزان من، امت اسلام باید افراد رو تربیت بکنن که علم دنیا رو بخونن که دنیا رو تسخیر بکنن و علم آخرت رو بخونن که دنیا رو بر اساس آخرت آباد بکنن. وقتی دکترا و مهندسین و اساتید دانشگاه و جنرال ها و پروفسورها و دانشمندا و مؤرخین و مؤلفین و میکانیکا و ناخدای کشفی همه حافظ قرآن شدن و ریشاشون بلند شد و نمازشون سر وقت و تفسیر قرآن بلد شدن و از احادیث سر در آوردن، اون موقع ما به خوشبختی رسیدیم. نه اینکه میبینی ریش آقا 1 متره اما فقط از اسلام همین ریش فهمیده، تموم شد. مسواکش 1 متره، دوم امامش 1 متره، 2 متره، درد چی میخوره؟ وقتی تو خالی باشه به درد چی میخوره؟ از اون طرف هم میبینیم آقا دکتره، کلمش سر جیبش، گوشیش هم تو گوشش داره میذاره به سینش، اما 2 تیغه کرده، سبیلش هم تراشیده. اون دکتر هم به درد چی میخوره؟ فرق بین این و اون هیچ فرقی نیست. دکتر مسلمان بوی مسلمونی ازش نمیاد، اصلا از علم و تقوا و دین و دیانت و ایمان چیزی سرش نمیشه. اون آقا و بابایی هم که ریش گذاشته بازم چه نمیدونه